سلام، امروز میخوام مسجد آقا بزرگ کاشان رو بهتون معرفی کنم. با من همراه باشید. تو ورودی مسجد آقا بزرگ یک جفت درب نفیس هستش که به تعداد آیات قرآن میخورده و هر کدوم از این میخ‌ها اضلاع هندسی و اشکال خاص خودش رو داره. ساخت گنبد بر روی پایه‌های عظیم و طرح مسجد بر روی پایه‌های آزاد به ندرت دیده میشه که باعث میشه در فصل گرم سال خنک و دلپذیر باشه. ایرانیان با ساخت مسجد آقا بزرگ هنر معماریشون رو به جهانیان نشون دادن. جالبه که بدونید با خاک حاصل از گودبرداری مدرسه پایین کل بنای مسجد بالا رو ساختن. ساخت این مسجد به سبک حیات تحتانی بوده و این حوض زیبا و این باغچه به اینجا تراوت بخشیده. کل فضای این مسجد از جمله این شبستان دارای فضای قرینه است. اینجا مقبره خانوادگی آقا بزرگ، یک جلوه زیبای دیگه از این مسجد. بریم جای دیگه بهتون نشون بدم. داستان این دیوارنگاره پشت سر من که با هوش مصنوعی زده شده در زمان محمد شاه قاجار